گاهی زندگی مثل یک پازل بزرگه، پر از تکه‌های پراکنده که هیچ وقت نمیدونیم چطور باید کنار هم قرار بگیرن. اینجا کست استوریه و امروز میخوایم چند دقیقه رو با کتاب تکه‌هایی از یک کل منسجم نوشته پونه مقیمی قدم بزنیم. کتابی که کلماتش مثل دستی گرم روی زخم‌های نادیده ما می‌نشینه و یادمون میده چطور با خودمون مهربان‌تر باشیم. شاید بزرگترین رنج ما انسان‌ها قرار از همین لحظه‌ای باشه که توش ایستاده ایم. ما مدام تلاش می‌کنیم نسخه‌ای بهتر، شادتر، بی‌نقص‌تر از خودمون بسازیم. اما این کتاب یادمون میده که هیچ تغییری اتفاق نمی‌افته تا وقتی که اول واقعیت رو ببینیم. پذیرش یعنی همین، دیدن حقیقت همانطور که هست، نه جنگیدن با غم، نه پنهان کردن خستگی و نه تظاهر به قوی بودن. وقتی قبول میکنیم که الان غمگینیم، خسته‌ایم یا حتی کمی گمگشته، یک فضای کوچک برای نفس کشیدن باز میشه و همین فضا شروع رهایی ماست. پونه مقیمی میگه بخش بزرگی از اضطراب‌های ما از ترس تنهایی میاد، اما حقیقت اینه که تنهایی بخشی از شکوه انسان بودنه. رابطه ها قرار نیست این تنهایی رو برای همیشه از بین ببرن. اونا فقط میان تا این تنهایی رو تقسیم کنیم. وقتی میپذیریم که هیچ کس نمیتونه تمام حفره‌های درونی ما رو پر کنه، انتظارها فرو میریزه و جاش رو مهربانی میگیره. مهربانی که از نیاز نمیاد، از فهمیدن میاد. زندگی از همین لحظه های پراکنده ساخته شده. غمها، شادیهای کوچک، شکستها، شروعهای دوباره، هر کدوم تکه‌ای از ما هستن. منسجم شدن یعنی همین، در آغوش گرفتن این تکه ها، آشتی کردن با بخشی از خودمون که اشتباه کرده، که ترسیده، که هنوز در حال یادگیریه. هیچ کدوم از این تکه ها اضافه نیستن، همشون لازم بودن تا ما همین مای امروز بشیم. همین حالا هر جا که هستی یک نفس عمیق بکش. به خودت اجازه بده فقط باشی. لازم نیست امروز هیچ چیز رو حل کنی. گاهی بزرگترین پیروزی اینه که در میانه آشفتگی ها با خودت مهربون بمونی. یادت باشه تو تکه‌ای از یک کل منسجمی و با تمام نقص ها و تمام تکه هایت ارزشمندی. ممنون که تا این لحظه همراه من بودی. تا ویدئوی بعد مراقب قلبت باش. از کست استوری با عشق.